پروفسور یوشیسینو آموری از دانشگاه مرکزی توکیو اسلام آورد. وقتی جایزه نوبل هم برنده شده بود بهش گفتن چرا؟ گفت آیات 183 184 و 185 بقره قرآن مسلمان ها یه پدیده داریم به اسم اتوفاژی یا خودخواری سلولی. ایشون اثبات کرد که وقتی روزه میگیرن مسلمان ها دینن قیما ملت ابراهیم، یعنی دین حضرت ابراهیم، چه جویش باشه، یهودی باشه، چه کریستین مانک مسیحی باشه، چه مسلمان رسول الله باشه، کل تابعین حضرت ابراهیم. چون یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. Oh who you believe, there is written the fasting for you, such as wrote the person group before you, such as Jewish and Christian monk, perhaps and may you be pious. تا اینکه شما با تقوا بشید. ایشون به این نتیجه رسید soon of afternoon، بعد از ظهر زود، یعنی ساعت 2 به بعد تمام روزه‌داران بدنشون کم میاره. لذا بدن وقتی روده و معده کم آورده از سلول‌های کنسر سرطانی که در بدن ذخیره شده به علت بدخوراکی ما بعداً قرار سرطان بگیریم، از اینا تغذیه میکنه، اتوفاژی میکنه و اینا رو دیستروی میکنه، نابود میکنه. و طبق حدیث پیامبر ایشون اثبات کرد که سومو تصحو، روزه بگیرید سالم و سلامت باشید. ایشون اسلام آورد. یک کتاب هم داریم Fasting The Royal Way to Healing، روزه راه شاهانه رسیدن به سلامتی. هرمان هته آلمانی به انگلیسی هم ترجمه شده. در این کتاب بیشتر از 70 بیماری رو آورده که روزه از بین میبره. چرا؟ چون فرمود و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه روزه بگیرید برای شما بهتره اگه قدر این حقیقت رو کاملا بدونید.